بعضی وقتا ما میگیم تایملس دیزاین بکنی. آیا سوال اینجایه که آیا واقعا لاکچری میتونه تایملس باشه؟ یعنی یه چیزی باشه که توی تمام دوره ها یه چیز لاکچری حساب بشه؟ یه دونه مثلا روش فرض کن زده ورساچه، یه دونه دیگه یه برند دیگه است با همون متریال. خب تو داری اون یکی رو از اضافه بر و ارزش واقعی که اون محصول داره اضافه بر اون میدی که بیای طبقه اجتماعی خودتو ببری بالا. اون ویژوال آیدنتیتیت انقدر واضح و مشخص باشه که تو حتی اگه اسم و لوگوت هم نیاد، طرف دقیقاً بفهمه که اوکی این محصول براونه. نقد واسه لوکسوس من فکر می‌کنم هست، چون که تو جای اینکه تمرکزتو بذاری روی برابری‌های اجتماعی، دقیقاً تمرکزتو میذاری نابرابر بکنی اجتماع رو. سلام به بینندگان و شنوندگان دیزاینیر. خب ما دوباره برگشتیم با موضوع لاکچری، ادامه مبحث لوکسوس. چقدر این خود کلمه لاکچری انقدر واقعا بد استفاده شده، یعنی انقدر توی زبان فارسی بد استفاده شده، اصلا یه چیز خودش خاص شده. تو دیگه نمیتونی بگی که وای الان مثلا من یه آیتم لاکچری خریدم یا یه آیتم لاکچری دارم، اصلا دیگه روت نمیشه بگی، میدونی؟ آره ببین کلمه یه خورده یه خورده نقدای زیادی هم بهش هست، مثلا سخت میشه دیگه استفادهش کرد، انقدر استفاده شده ازش یه جورایی احساس میکنم یه لغته مثلا با 1000 تا معنی خیلی نمیشه، خیلی تو نمیتونی چیزش کنی. هم نقد راجبش هست، همه مخالفشن، یه سری موافقشن، یه سری اشتباه استفاده میکنن، همه چی و اینو یه خورده پیچیده‌اش کرده. بعد اصلا انقدر استفاده بد شده ازش، انقدر محصولات فیک و انقدر محصولات زرق و برقی و اینا جزو چیزای لاکچری حساب شده. حتی طرف اگه که بره یه پروداکت حالا مثلا خیلی گرونه که خره نمیاد اصلا بگه، میدونی چی میگم؟ یعنی واسه همین هم هست که الان مینیمال دیزاین انقدر دوباره ترنده و انقدر جزو چیزای لاکچری حساب میشه. یعنی یه دوره‌ای بود که همه برندها واسه اینکه خب خودشون رو بیشتر نشون بدن میومدن لوگو رو انقدر بزرگ میکردن و بعد که دوباره این انقدر توی همه چیز زیاد شد، آره. توی محصولات کم زیاد شد، اومدن دوباره برگشتن به اون حالت قبلی که خب اصلا لازم نیست اسم انقدر توی بزرگ توی پروداکتت بیاری یا توی محصولت بیاری. یا دیتر رامزن میگفتش که من خیلی با بحث میکردم که اصلا لازمی نیست که اسم رو انقدر بزرگ بیاری، تو باید محصولت یا اون ویژوال آیدنتیتیت انقدر واضح و مشخص باشه که تو حتی اگه اسم و لوگوت هم نیاد، طرف دقیقاً بفهمه که اوکی این محصول براونه. و در صورتی که خب خیلی برندام اینطوری هستن که تو فقط با دیدن رنگ، یه سری رنگای خاص یا یه تبلیغ خاص با توجه به اون فیچرهایی که میاره بولد میکنه، تو قشنگ حتی اگه اسمش هم نیارم متوجه میشی که مال کدوم برند هستش. آره دقیقاً، مثلا زبان چه می‌دونم رنگ و شکل و شمایل و اینا رو میای توی برندت بیشتر بولد میکنی. حالا تو به نظر خودت بیشتر صبر کن من بگم. به نظرت حالا اینجا ما میتونیم الان بحث از دیتر رامز شد و اینکه دیتر رامز هم که خب خیلی معروفه با گود دیزاین، خب برسیم به این سواله که آیا اصلا تفاوت گود دیزاین با لوکسوس دیزاین چیه؟ خیلی مثال خوبی زدی. ببین گود دیزاین ببین گود دیزاین داستانش اینه که بخوای بری بیشتر توی همین 10 اصل دیتر رامز خودش یه خورده احساس میکنم یه گود دیزاین که لزوما خب نباید لاکچری دیزاین باشه، میدونی چی میگم؟ ولی خب لاکچری دیزاین میتونه دیزاین بد باشه، میتونه دیزاین خوب باشه. چون از دیدگاه خود من احساس میکنم که مثلا یه سری برندها هستن که خوب دارن تولید میکنن، خب مثلا خیلی از کالاها یا یه سری ضررها و یه سری ضربه های محکم مثلا به محیط زیست میزنن به خاطر اینکه لاکچری بمونن،
خب من اینا رو موافقشون نیستم. مثلا دیزاین خوبم به نظر من حساب نمیشه، چون که داری مثلا چرا میری تو بحث اینی که میسوزونن و این حرفا، یا مثلا طبقه‌های اجتماعی رو یه خورده رعایت نمی‌کنن که فاصله طبقه‌های اجتماعی رو کم بکنن، اونا میره توی لاکچری دیزاین بد. لاکچری دیزاین خوب واسه من چیزیه که چیز رعایت نمی‌کنن. کدومو میگی؟ همینی که میگی آره، مثلا دیزاین بد میکنن که مثلا میسوزونن جنساشونو. اوکی. ببین مثلا دیدی یه سری برندهای لاکچری میان پیرن و شلوار یه دست درست میکنن، دیدی از این پیرن شلوار ورزشی یه دستا که مثلا روش 100 تا مارک خورده؟ اینو خیلی از برندهای بیشتر که لاکچری کار میکنن اینو میزنن، مثلا ال وی میزنن روش، برندهای مختلف همشون دارن، تقریبا یه چیزیه که همشون دارن. بیشتر احساس میکنم گروه هدف اونا توی لاکچری بیشتر میره توی این که نمیدونم، همش هم احساس میکنم چیزی نیستش که من اونو دیزاین خوب نمیدونم واقعا، چون احساس میکنم همش بیشتر میره توی ترند، بیشتر میره توی این که بخری بعدش هم میریزیش دور چون که ترنده، بعد جنس خوبی استفاده شاید نشده باشه. من بیشتر اینجوریه. من خودم خیلی طرفدار این نیستم که حالا خیلی خیلی برند باشه، خیلی خودتو خیلی بری توی بحث نشون دادنه. البته ببین اینا همه یه چیزا دارن ببین همه یه برندها دارن، ببین مثلا برندهای لفت هم برندهای چپی هم دارن که بذار من سوالا یه جور دیگه بپرسم. پروداکت لنگویج خودشونو، یه جورایی زبان برندینگ خودشونو دارن که مثلا ما بیشتر لفت مثلا چپی هستیم، محیط زیستی هستیم، اونا هم زبان خودشونو دارن. یعنی اینجوری نیست که زبان داشته باشی لزوما چیز بدی باشه. بذار من سوالا یه ذره عوضش کنم. سوالا اینطوری بپرسیم که آیا وقتی که تو میگی یه چیزی لوکسوس دیزاین شده میتونه بد دیزاین شده باشه؟ 100%. و مثالت همون مثالیه که چیزا رو بسوزونن؟ ببین خب دیزاین جنبه‌های مختلف داره، هم میتونه بد دیزاین شده باشه جنبه‌های اجتماعی، هم میتونه بد دیزاین شده باشه از جنبه‌های محیط زیستی، هم میتونه بد دیزاین شده باشه از جنبه‌های کاربردی، یعنی همش میتونه بد دیزاین شده باشه. خب یعنی من الان یه مثال برات میارم. یکی از برندهای لوکس مثل رولکس، مثل مرسدس، خب به نظرت تا حالا شده آیتمی اینا بدن بیرون که بد دیزاین شده باشه؟ ببین میتونی مثال بزنی که بد دیزاین نشده باشه، ولی میشه خیلی مثالایی زدش که بد دیزاین شده باشه، یعنی مثلا نقض بگی. میدونی چی میگم؟ مثلا برندای میتونی یه چیزی بگی، مثلا میتونی یه برندی بگی که یه چیزی رو بد دیزاین کرده و داده دست کاستومر. آره مثلا ببین مثلا حالا ببین توی جنبه‌های چیز که مثلا پول زیاد داری واسه چی میدی، یا اینکه با مصرف کننده. ببین گود دیزاین همون 10 تا اصلشو توی هر کدومش میشه آدم ریز بشه. خب مثلا یک برندایی که کالاشونو میسوزونن، این بد دیزاین شده، دیزاین بده. خب کالاهایی که ببین این من اینجا باید ظاهرشو میگی، تو استتیکشو میگی یا داری کارایی خود پروداکتو میگی؟ میتونی تو جنبه‌های مختلف حالا ما اون توی اپیزودهای قبلی تقریبا حالا بر اساس اون چیزی که از دیتر رامز حرف زدیم حداقل 10 تا پرینسیپ از گود دیزاین رو میشناسیم. خب آره و تو داری میگی که یه مثال نقضت اینه که تو میگی خیلی از برندها میان پروداکتی که فروش نرفته رو میسوزونن. خب که اینم یه دلیلی پشتش هستش. داری میگی که از لحاظ اکولوژیکی این بد دیزاین شده. خب درسته، ولی این نتیجه یکی از اصلای
لوکسوس هستش. خب شاید اینا بتونی یه نقدی به خود این کانسپت اصلی لوکسوس بیاری که لوکسوس یکی از ویژگی‌های متمایزش اینه که اسکرسیتیه، اینی که ریر باشه، اینی که یه چیزی نایاب باشه. یعنی حتی اگه که اون جنس فروش نرسه به دست آدمای مثلا طبقه اجتماعی پایین‌تر که استفاده بشه، که حالا اون طبقه مرفه تری که اون جنس رو خریده خودشو مشابه با همون طبقه پایین‌تر احساس بکنه. خب اینم من میتونم از تو بپذیرم. خب ولی واسه همینم خیلی از برندها الان دیگه جنساشون رو نمیسوزونن حتی اگه فروش نرفت و میان بازیافتش میکنن، چون خیلی بهشون کریتیک شد دقیقاً بر همین اساس و حالا سعیشون اینه که بازیافت بکنن. خب ولی شاید این یعنی حالا شاید این نقدی باشه که تو بتونی به این لوکسوس دیزاین بیاری، ولی من خودم صرفاً حالا با توجه به اون چیزایی که تجربه‌ای که دارم تا حالا نشده که ببینم رولکس یه چیزی یه آیتمی داده بیرون که بعد دیزاین شده بر اساس تمام اون 10 تا قانونی که میشناسیم از گود دیزاین. من دارم میگم که گود دیزاین خیلی اوقات زیر لاکچری دیزاین میاد. یعنی گود دیزاین بیسیک لاکچری دیزاینه و لاکچری دیزاین یه سری المنت های دیگه ای داره که فرای از گود دیزاین هستش. خب یعنی مثلا به طور مثال داریم بگیم اصلا واسه چی همون رولکس انقدر یه آیتم لوکسی هستش؟ به خاطر اینکه انقدر روش تایم گذاشته شده، انقدر خوب ساخته شده که میتونه جنریشن به جنریشن، نسل به نسل به ارث برده بشه. خب حالا جدای از اون استاتوس اجتماعی که میاره. خب و این دقیقاً یعنی که خیلی از چیزای از اون 10 تا قانون دیترامز رعایت شده توی گود دیزاین، به غیر از یه سری چیزاش. مثلا به غیر از اینکه خب مثلا از لیتل از پاسیبل نیستش. خب درسته اینا میتونیم بگیم که این مثلا نقصه توی برند رولکس، ولی یکی از چیزای خیلی متمایز دیگه‌ای که این برند مثلا جزو قانونهای گود دیزاین آورده اینه که is honest. یعنی واقعا وقتی که قول میده که تو بیاد بهت ساعت نشون بده، اصلا خیلی کم پیش میاد که خراب بشه. خب یعنی انقدر روش کار شده، انقدر روش فکر شده، انقدر دیزاینرها یا انقدر ویل کرافتد با دست ساخته شده، خب که اون اکثریت قانونهای گود دیزاین رو آیتمای لاکچری دارن. خیلی به ندرت پیش میاد که یه چیزی لاکچری دیزاین شده باشه ولی قانونهای گود دیزاین رو فالو نکرده باشه. خب ببین یه همچین چیزی کمتر پیش میاد. آره ببین خب الان یه سری برند هستن. ببین چیزی که توی ذهن آدم شکل گرفته از برند لاکچری معمولا برندهای موفق لاکچری هستن. خب ببین خب لاکچری برندینگ چیزیه که مثلا تو میتونی فردا بلند بشی مثلا سعی کنی یه پروداکتی، هر کسی یه پروداکتی تولید بکنی که بازار هدفیه که حالا لاکچری بهش میگن. خب حالا تو میتونی پرودیوسر یا کمپانی موفقی باشی یا کمپانی ناموفقی باشی، یعنی چیز بد تولید بکنی یا چیز خوب تولید بکنی. احساس میکنم این مارکتینگ این لاکچریه انقدر قوی بوده که همه لاکچری رو احساس میکنم دارن به چیز مثبت بهش نگاه میکنن. یا مثلا مثلا بیای مثال بزنی، نمیدونم مثلا لامبورگینی چون قیمتش بالاست مثلا فرض کنی چیز حساب میشه، لاکچری حساب میشه. خب قطعاً یه کمپانی موفقه. خب قطعاً بهترین دیزاینرهای ماشین دنیا میرن اونجا کار میکنن. قطعاً توی دیزاین مثلا چیزی توی خود زیبایی یا اون چیزی که داره با کاربر ارتباط برقرار میکنه توی اون خیلی سخت میشه نقدش کرد. واقعاً دارن قوی کار میکنن، یه فکتیه. ولی خب توی بحث‌های محیط زیستی که میای وارد میشی، خب میدونی یه سری المانای توی کنه لاکچری با محیط زیست مشکل داره، چون که یعنی این نقد اصلا لاکچریه که چیزایی مثلا
چقدر بنزین مصرف میکنه مثلا بوگاتی ویرون یا مثلا لامبورگینی، چقدر تو CO2 داری تولید میکنی که توی رولکس یه دونه الماس بیاری بیرون از دل زمین. واقعا بیا حساب کنی که یه ساعت رولکس چقدر CO2 داره تولید میشه، یا مثلا یه ساعت یه برند دیگه داره چقدر CO2 تولید میشه. یعنی به شدت به زمین ضربه زده میشه. خب ولی خب در اصل زبان و فرم، زبان، راحتی، اینا رو کمپانی موفق معمولا دارن. یا مثلا ولی خب تو توی لامبورگینی بشینی احساس راحتی نمی‌کنی، شاید کولر نداشته باشی، شاید شیشه بالا پایین رفتنش مثلا با دست باشه، که اونم به خاطر اینکه تمرکز روی سرعته. ببین دقیقا این چیزی که داری میگی، اینجا من یه مقداری باهات موافقم، چون 2 تا کانسپت هست خب که الان توی لاکچری دیزاین، توی لوکسوس دیزاین هنوز خیلی داره تغییر پیدا میکنه. این همون یکی از بحثا هستش، بحث اکولوژیکالی یا اینکه بحث سستینبیلیتی، دوستدار محیط زیست بودنه. اون چیزیه که هنوز داره دیولپ میشه، هنوز دارن برندها خیلی روی این قضیه کار میکنن. خب دقیقاً یکی این مورد هستش. یکی از موردهای دیگه بحث دیجیتالیزیشن هستش. خب چون همونطور که توی اون اپیزود قبلی هم گفتیم، خود لوکسوس یک کانسپت فوق‌العاده قدیمیه، ولی زمان به زمان، دوره به دوره خیلی تفاوت کرده و الان این سستینبیلیتی یه مبحث جدیدیه که داره وارد میشه توی لوکسوس دیزاین. خب مثلا شاید حالا بگم 100 سال پیش خیلی کسی متوجه نبوده که ما انقدر منابع محدودی بودیم، یا متوجه بودن خیلی اهمیتی ندادن. خب و اون موقع کانسپت لوکسوس دیزاین یه چیز دیگه ای بوده. الان داره راجع به این قضیه کار میشه، الان دارن برندا مورد توجه قرار میدن که اوکی یوزر ما الان اینم یکی از ملاکای مهمشه، ما چه جوری میتونیم سستینبل دیزاین بکنیم. خب و اتفاقا خیلی جاها مورد کریتیک قرار داده میشه، یعنی واقعا مورد نقد قرار داده میشه که وقتی که یه برندی که خودش را لوکسوس حساب میکنه بیاد یه چیزی تولید بکنه که غیر environmentally friendly باشه. خب این یکی از بحثای جدیده، یه بحثای تاپیکای جدیدیه و من اینجا به تو حق میدم. خب ولی برگردیم به سوالمون، اکثر لوکسوس دیزاینر، لاکچری دیزاینر گود دیزاینن، دیزاین خوبی دارن، چون بعد اون المنت های اصلی رعایت بشه، اینکه روش زمان زیادی سپری بشه، اینکه با دست مثلا ساخته بشه حالا خیلی اوقات، یا اینکه اصلا انقدر یوزر استادی بشه که تو دقیقاً نیازهای حالا اون یوزر رو بشناسی. اینا جزو گود دیزاین هستن و که میان تازه زیر لاکچری دیزاین. حالا لاکچری دیزاین یه سری المنت های دیگه هم داره که بازم بهش میرسیم، ولی صرفا حالا راجع به این سوال میتونستیم اینطوری جواب بدیم که آیا is luxury design is always good design، یعنی آیا همیشه لوکسوس دیزاینیه که خوبه. آره ببین حالا اینی که گفتی الان، این مثاله که داری تو با برندهای عجیب غریب معروف و سطح بالا صحبت میکنی. خب ما لاکچری دیزاینی هم داریم، مثلا چه می‌دونم کفش زنونه‌ای که پاشنه بلندی داره یا مثلا خیلی روش کار شده، خب ولی روی راحتیش مثلا کار نشده، برندهایی که ناموفقن. مثلا تو فرض کن یه برند میاد از تو فرض کن یه کفش پاشنه بلندی که از طلا جنسش، خب یه کمپانی میاد میگه آقا من فقط میخوام کفش پاشنه بلندی بزنم که از طلا باشه، خب فقط طلا روشم یه سری برجستگی‌ها و منبت‌کاری‌ها و اینا میکنه. خب ولی کفش خیلی ناراحته. یه مثالیه که آقا لاکچریه. چرا؟ چون از یه سری متریال‌های لاکچری استفاده کرده ولی راحت نیستش. یعنی ولی خب آره دقیقاً این مثال نقضیه. حالا یه مسئله دیگه این که آقا شاید توی کنه لاکچری تناقض داری اصلا با یه سری مباحث اجتماعی و محیط زیستی. خب یه سری تناقض توی کنهش اصلا. آیا اونو میشه برطرفش کرد؟ اون چون که توی کنه وجودش اصلا.
ببین بذار اول سوال اول اون کریتیک اولت بگم. تو شاید باید یه مقداری بیای تعریفت از لاکچری اصلا ببینی که لاکچری چیه. همونطور که میگم این یه چیز فیکسی نیست که زمان به زمان فرق میکنه. یه موقعی طلا، کفش پاشنه طلا لاکچری بوده، ولی تو الان به نسل الان بری بگی کفش پاشنه طلا بپوش لاکچریه، اصلا حساب نمیکنه لاکچری. ولی لاکچریه فکته. نه چرا دیگه یه کفش پاشنه بلندی که از طلاه، این فکته، این لاکچریه. اصلا فکت نیست. اصلا احساس میکنم توی ذهنت چیز مثبت راجع به لاکچری. من نمیگم منفیه ها، ولی وقتی که از جنسش فقط از طلاه کافیه برای اینکه لاکچری باشه. نظر من اینه. تو چرا فکر میکنی وقتی یه چیزی جنسش از طلا باشه لاکچریه؟ لاکچری خیلی الان معنیش فرق داره، مثل تمام کانسپت های دیگه توی دیزاین دوره به دوره فرق میکنه معنای لاکچری. خب تو مثلا من یه کنفرانسی شرکت کردم، دقیقاً اومده بود میگفتش که توی برند مرسدس داشت میگفتش که یه موقعی ما میرفتیم بهترین نور رو مینداختیم، بهترین زاویه دوربین، معروفترین فوتوگراف رو میآوردیم که فقط یه تبلیغ واسه ما عکاسی بکنه. خب ولی کن الان توی اینستاگرام ما میبینیم اون پستی که یه یوزر با زاویه دیده بعد، با حالا مثلا چیز خیلی عالی، با اون تموم استتیک خیلی عالی هم عکس ننداخته، بیشتر لایک خورده تا اون عکسی که ما این همه هزینه کردیم و تموم آیتمای استتیک و لاکچری و اینا رو رعایت میکنه، اون کمتر لایک خورده. خب چرا این تفاوت باید از کجا بده؟ در صورتی که تو تمام گود دیزاین توی اون شوتینگ با فوتوگراف معروف رعایت شده، ولی الان نسل الان بیشتر اون یکی قبول داره که مثلا خودش انداخته. خب اینجاست که تفاوت لاکچری من دارم میگم. ببین این کانسپت کلا زمان به زمان فرق میکنه. منظورم چیه؟ الان مثلا شاید چی لاکچری باشه؟ آزادی لاکچری باشه. این که مثلا تو به عنوان یه فرد جوان بتونی مرسدس بخری و مثلا بری توی جاده مثلا توی پمپ بنزین عکس بندازی. و دقیقاً داشت عکس‌ها رو نشون میداد، داشت به ما نشون میداد که ما اصلا چیزمون رو عوض کردیم، اون ویژوالمون رو عوض کردیم. الان یه سری چیزای دیگه توی فوکس هستش، یه سری فیچرهای دیگه مثل آزادی، مثل اینکه تو هر جنسیتی که باشی، حتی مثلا از هر مدل شخصیت که داشته باشی، ترنس باشی یا نمیدونم مثلا اوبیس باشی، اینا الان اینا رو میارن وارد برند میکنن که اینا رو رابطه‌ای با آره درسته. ببین این همین خیلی مهمه. خب توی دیزاین نابرابری‌ها رو سعی بکنی کم بکنی. یا ببین خیلی برندها، ببین من فقط نقد ندارم راجع به لاکچری، بگو. ببین من دارم میگم که تو داری به من میگی چیز طلا لاکچریه، من دارم میگم نه، الان با گذشته فرق داره. الان درسته شاید واسه یه سری آدم هنوز پاشنه طلا لاکچری باشه، ولی واسه خیلی از نسل الان دیگه لاکچری نیست. و دقیقاً این کانسپت زمان به زمان معناش فرق داره، عوض میشه. اوکی، یعنی خب متوجه شدم، من میدونم چی میگی، ولی خب ببین تو باید ببینی که بازار هدفت کیه. آیا بازار هدف لاکچریه مثلا شاید توی یک کشور دیگه باشه، مثلا بازار هدف لاکچری حتی توی اروپا مثلا با توی عربستان فرق میکنه. مثلا توی عربستان شاید مثلا لاکچری مثلا کفش طلا باشه، شاید توی قم صندلی خیلی تجملی مثلا طلایی باشه. جدی خب توی کانتکست های مختلف تفاوت داره. ولی اینکه بیای فقط چون توی کلا میگم تو رو نمیگم، چون یکی مثلا توی همون بازار هدفه فقط فکر میکنه اون درسته. همه ها کسی هم که مثلا صندلی طلایی میخره نشسته توی یه جای دیگه دنیا، اروپا نشسته، مثلا قم، مثلا چه میدونم جاهای مختلف، حالا قم مثلا چه میدونم مثلا جایی که بحث پایین و بالاه نیستش، بحث اینه که انقدر تفاوت استتیک و زیبا شناسی وجود داره که تو فکر میکنی این لاکچری که تو اروپاه لاکچریه، اون نیست. ولی اینجوری نیست، بازاره هدف فقط فرق میکنن.
مثلا اینجا شاید به محیط زیست اهمیت بدن اونجا ندن، اینجا مثلا به راحتی بدن اونجا ندن. این دلیل نمیشه که اصلا کلا لاکچری لزوما چیز مثبتی نیست. لاکچری اینه که آقا مثلا فقط طلا بودن کفش میتونه لاکچری باشه، شاید اینجا نباشه، شاید یه جای دیگه باشه، شاید صندلی طلایی منبت کاری شده اینجا لاکچری نباشه، یه جای دیگه لاکچری حساب بشه دیگه. اینجا از کاتگوری لاکچری شاید خارج شده باشه، یه زمانی شاید اینجا هم بوده ولی جاهای دیگه همچنان داره لاکچری حساب میشن این چیزا. مثلا فرشای عجیب غریب، لوسترای که خیلی عجیب غریب بزرگ و نورانیه، مثلا دیگه توی اروپا مثلا نور از بالا یا مثلا نور از بالای مستقیم، دیدی چقدر نور میدن این لوسترا، یه جوری نور میده که واقعا از دیوار نور رد میشه. ولی الان ما داریم میخندیم چون زیباشناسی اروپاییه این. اون زیباشناسی که یکی دیگه داره اون فرق میکنه، یعنی فقط اینو دارم میگم. ببین خیلی بستگی داره واسه چی میگن همین برند آیدنتیتی، بستگی داره که اون برنده خودش تو چجوری تعریف میکنه و واسه کی داره طراحی میکنه. حرفت کاملا درسته. باید ببینی که آقا اون کسی که میاد میره صندلی دست طلا طراحی میکنه خب هست هنوز برند لاکچری هست که همچین چیزی تولید بکنه و یوزر خاص خودش هم داره خب. و اون کسی هم که میره مینیمال دیزاین میکنه اونم میتونه لاکچری باشه با توجه به اون برند آیدنتیتی که داره و اینا هر دوشون لاکچری میتونن باشن. من نمیتونم اون حرف تو رو قبول بکنم که تو بگی که لاکچری دیزاین کلن برخلاف مثلا چیزای محیط زیستیه یا برخلاف چی گفتی؟ گفتی برخلاف ببین برخلاف برابری اجتماعی روی نقطه دقیقاً روی اون نقطه تمرکزشه خب. و مشکل هم باشه اینه روی دقیقاً روی اون نقطه‌ای که پولدار نمیتونه چیز مثلا چپیه رو بخره، پولدار نمیتونه. ببین هر برندی یه بازار هدفی داره خب. مثلا چه می‌دونم اونی که واسه چپیا دیزاین میکنه، یکی که واسه مثلا اونایی که میرن بیشتر تکنو دیزاین میکنه، مثلا این خورده سیاه‌تر، کسایی که متال گوش میکنن دیزاین میکنه خب. این میتونه بره اونی که مثلا واسه تکنوه میتونه بره مثلا برای راکر رو بخره، میدونه اونی که مثلا راک باز و کفش آلستار میپوشه، اینا ونس میپوشه میره اسنوبورد، اینا اسکیت بورد، اون میتونه بره اون یکی رو بخره. ولی لاکچری تمرکزو گذاشته رو این که اینا نتونن اونو بخرن. من با اون مخالفم. میگم اصلا از اون متد نابرابری اجتماعی داره استفاده میکنه و اونو یه ارزش میکنه. اون تناقض داره با همه دیزاین خوب به نظر من. این واقعا یه بحثیه که برمیگرده اصلا دیگه به سیاست. بحثیه که تو میای دموکراسی رو بیشتر مورد ارزش قرار میدی یا اینکه کپیتالیسم برات بیشتر مورد ارزش هستش. یه بحثیه که واقعا خیلی بزرگتره و من الان خیلی هم مثلا علمش ندارم که بخوام بیام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم. ولی که حرفت کاملا درسته. یه آیتمی که میگه لاکچری هم دقیقا میگه که آقا من یه چیزی دارم تحویل یوزرم میدم که شاید خیلی از بخش نرمال جامعه نتونن تهیهش بکنن و دقیقا همین لیمیتد ادیشن بودنه، همین خاص بودنه اینیه که به قیمتم اضافه میکنه. خب چه ایرادی داره؟ یه ایرادش چیه؟ شاید تو یه شخصی باشی که انقدر تلاش کردی که الان با توجه به اون استاتوس اجتماعی که داری واسه خودت یه ارزشه که بری یه چیزی داشته باشی که شاید یه کسی دیگه ای نداشته باشه و شاید براش تلاش کردی خب که رسیدی به اونجا که بری انقدر پول بدی واسه اون آیتم. خب حالا ایراد کارش چیه؟ اون آدمه نخواسته بره انقدر تلاش بکنه. خب هیچ ایرادی هم نداره. تو خب ببین تو خیلی از شاید هم مثلا لوکسوس واسه همون آدمی که نرفته تلاش بکنه که بره اون آیتم رو بخره همین باشه که انقدر نره کار بکنه یا مثلا انقدر نره
یا حالا اصلا خیلی وقتا بحث کار کردن هم نیست، چون خیلی چیزا یه کسایی میرن مثلا به ارث برده طرف میره، حالا بازم انقدر چیزای لوکسوس میخره و فلان و اینا. درسته اونجا یه نابرابری هست، ولی کلا سیستم لاکچری بر همین اساس کار میکنه. یعنی یه چیزی وقتی میگن لوکسوسه که دست عام نباشه، هم در زمانهای گذشته هم در الان خیلی اینطوری هست. آره ببین اصلا من کلا که اینجوری نیستش که بگم فقط منفی داره ها لوکسوس. خب این جنبه‌هاش منفیه، ولی خب یه جنبه‌های دیگه هم داره. ببین تو مثلا وقتی یه درآمد معمولی هم داری، میری یه لباس یه برندی میخری که گرونتره، حالا بیشتر پول و ساعت کاری که کار کردی و داری اختصاص میدی که اونو بخری، خب بیشتر مواظب بشی، دیرتر میریزیش دور تا اینکه بری 10 تا برند ارزونتر بخری که کوالیتیش هم بده. خب من اینو فکر می‌کنم خیلی خیلی چیز مثبتیه واسه محیط زیست، همین که جنسش بهتره، بیشتر کیر می‌کنی، دوستش داری، حس خوبی داری بهش، میری اینو می‌خری. می‌دونی لزوما هم چیز بدی نیست، یا که مثلا بیشتر اهمیت داده شده به راحت نشستن سرنشین، دقیقاً تمرکز شده که کاربر ارتباط خیلی خوبی برقرار بکنه. اینا هم نکات خیلی مثبتیه که واقعا داره، ولی اونا رو من نمیتونم دقیقاً ولی بر همین اساس هم خب اصلا یه چیزی که هست اینه که ما یه دوره‌ای که انقدر همه مصرفگرایی انقدر زیاد بود و همچنان هم هست، مثلا همون توی ایران دوره مثلا 80 و 90 و اینا، دهه 80 و اینا، این بود که انقدر مردم همه چیز لاو کوالیتی زیاد تولید شده بود و همه چیز در دسترس بود که قشنگ می‌خریدن و مینداختن دور. اصلا هم مهم نبود که چقدر فکر پشتشه، چقدر زمان پشتشه، چقدر چیز اسمش منابع پشتش هستش. خب و کاملا برعکس، تو اگه که به قول خودت بری واسه یه چیزی یه مقدار قیمت زیادی پول بدی، خیلی بیشتر مواظبش هستی، یه جنس های کوالیتی گرفتی و میتونی حتی به نسل‌های بعدیت هم بدی. دقیقاً. این تازه علاوه بر اون حالا اون استاتوس اجتماعیه که برات میاره که خب نشون میده که تو در این راستا تونستی خودت بیاری بالا. مثلا یه چیزی هست که میگن که تو مثلا اگه سر تا پا مثلا یه چیزای خیلی نرمال بپوشی، ولی حالا مثلا یه کیف مثلا ارمس بندازی، خب میگن که اوکی آیا این کیف رو تو خودت خریدی؟ یعنی تو نمیتونی بری یک کیف فوق‌العاده گرونی بخری در صورتی که سطح زندگیت هنوز پایین باشه. خیلی وقتا تو وقتی که پایین که حالا ساده زیست‌تر باشی یا مثلا مینیمال زندگی بکنی. حالا آره مثلا اینطوری دارن میگن که مثلا واسه چی رولکس، مثلا رولکسه به خاطر اینکه میگن اوکی تو خودتو به اون سطح از درجه اجتماعی رسوندی که بتونی یه همچین چیزی رو لایستن کنی، بتونی یه همچین چیزی رو بخری. خب تو نمیتونی چیزای ساده و فوق ساده، منظورم ساده نیست چون ساده هم خب ممکنه زیبا باشه، بقیه چیزای مثلا لاو کوالیتی بپوشی ولی یه ساعت رولکس بندازی، یه همچین چیزی بازم خزه. آره ببین اصلا کلا رولکس خزه واسه یه سری، میدونی مثلا یه سری اصلا کلا که حالا تو طبقه اجتماعی دیگه مثلا واسه رولکس خزه، یا خیلی نسبیه دیگه به یوزر داره. آره دقیقاً. یعنی اگه موافقی بریم موضوع بعد، چون که الان هم یه 30 دقیقه شده، میخوای یه چیز بکنیم بریم بعدی. تقریبا خیلی بیشتر سوالایی که میخواستیم بگیم و فکر میکنم پوشش دادیم توی حالا توی این حرفایی که زدیم. آره ببین بحث فیکه به نظرم خیلی جالبه که راجبش بیشتر صحبت بشه. میخوای اونو بریم برای اپیزود بعد یا همینجا صحبت کنیم؟ میتونیم بریم واسه اپیزود بعد. پس خداحافظی میکنیم با بیننده‌های دیزاینیر. با ما باشین تا بعد.